چیز حیرت انگیز بود برای من و اون روز واقعا گریه کردم. تلویزیون ترکیه خبرنگارش فرستاده بود، اومده بود لب مرز وان، بله، لب مرز زمینی ما، که ببینه مردم ایران چجوری فرار میکنن، مثلا گزارش تهیه کن. خودش این رو گفته. بعد گفت من این مدتی که اینجا بودم این چند روز یک نفرم بیرون نیومده، ولی از این ور هی دارن میرن به ایران. حتی کسایی که تو کشورهای دیگه غیر ترکیه ساکن بودن، هموطنان، بله، مثلا آلمان فلان، خودشون رسوندن به ترکیه و از مرز زمینی دارن میرن چون پرواز قطع شده بود دیگه. بله. و بعد گفت یه چیزی، گفت اون آقایی که تو استودیو بود، گفت مردم ایران افتخار مردم این منطقه، عجب. شبیه هیچ کدام از کشورهای دیگه نیست رفتارشون و ما افتخار میکنیم چنین همسایه‌ای داریم. من اون موقع واقعا گریم گرفت که ما چنین مردمی هستیم و خب با ما اینجوری رفتار میکنن. نمیدونم چرا این کارو میکنن. درده. یعنی خیلی تلخه که ما اینجوری هستیم. با اون هوشمندی یه دفعه آمدن مثلا مردم این رسانه هایی رو که از دشمن ما حمایت میکرد خودشون تحریم کردن. بله. چرا؟ چون جدی شد. بله. یعنی همه چی قبلا فانتزی بود دیگه. من همینطوری میتونستم از اینجا بگم مرگ بر فلان، مرگ بر فلان. ولی این مرگ اومد. اومد و اون وقتی جدی شد معلوم شد که آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست.